میریم که هر ویدیویی که در دستمون میگلته ما هم ولی نمیتونیم که در اینترنت بمونیم. هر چی به خودش خودشون میشه هم خلاص میام این طرفای غیرم بدیانو در همیشه باید هم کم کم پوچش میلنگیده. هم که صحبت میشه که خونی اومدیم اینجا جای خوبشون بوده خیلی اینجا جایی مثلا ترابیشون کوخیشون اینا زاشی شما دیگه آدم میاد شما ممکن پرفکت کنید آپای منظورا. سلام علیکم دوستان عزیز، سرپرستی این برنامه ما بودیم. مثلا سپانسر برنامه ما شرکت مدینه ما را کم کم دستگیری میکنم، بنزین پولی ما را میپرتویم. اینا ما رفتیم اینا کار هم کاری ثواب هم کاری خیر و بازم دست ما میامدگی چیه؟ دست ما میامدگی که همین پیشکش شما میکنیم. اینا شرکت مدینه برای گذاشتن گرانیت مردم غریب. اینا ببینین ویدیو را میگه اینجا امن سمالیات میگه ما کجا کار نداریم نمیدونیم لیکن هر روز دو بار گرانیت میگذاره میویم. اینا با بناور گرفتگی نختون بینه برادر عزیز میگذارن میوین اینجا میگه البته اینجا کی همین مورا میگن که مثلا رکلام کنیم اینجا میگه 100% ما گذاشتم ولی سیم که خوبی خوبه میگه ما داشتیم تصمیمیم شرکت معلومات کنه اینجا رفته سوق سامت که با فعالیت کنیم با پیش قدم میداتون برادر خدا نگهدار. سلام علیکم برادرای عزیز، برادرای قدردان، روزی همت بخیر شادی باشه. اینا ینگای مهربانمون عین حال در پیشمون. راستی که ما ده اومدم بازم ینگا خاطر روبرو وا خوردیم. رو وایروی کامنتاریایی که شما نوشتید خوندیم. کجا بود آدرسش؟ ساوخوز ترکمنستان، باختری حزیره. میریم همین کیم جای هم تراکتورو خای خلاصای گام من نمیدونم. ها گاراژ بوده یا گاراژی تراکتورو بوده همونجا میریم. هر روی کامنتاری که شما نوشتین اینا ینگا هم خونده ما هم خوندیم. تصمیم گرفتیم که بریم یک بار همین مادر خدایی که بیاییم توکل به خدا رفته استیم. اینا ینگا که خواهش کردن که یک بار بریم وعده کرده بودیم ینگا اینا وعدمون اجرا کرده استیم. میریم یک بار همو ساوخوز ترکمنستان یک بار دیدن میکنیم. خیلی با شما یکم با گفتنی هستین؟ ای خدای تعالی خواهانم که میخوام همین بچه‌ما بیام نمیقدر آرزو دارم تمام دیگه یگان آرزو ندارم. ما هم دعا میکنیم خداوند بزرگ بنیات نیکتون برسونه. خداوند یک جای میریم چیز شید با ما بنوار میگیریم پیشکش شما میگردیم. میریم یک جای لولای اوبانباری دهه سانتودا راست کلین آباد بگیم سربند بگیم لیوکن حزیره همون تقتی میگذاریم میریم رفتیم. دوستان عزیز عین حال آمدیم بازار حاجی شریف. اینا بازار حاجی شریف دیم. اینا خیلی جا کم کم ریمون رفته است. ان شاء الله آیندهش خوب میشوه. رفتن میگیریم ما انیق همون جا رو نمیدونیم بریم هم تاکسیستو را پرسیم هم تاکسیستو ممکن که انیق خود دقیق شه بیاویم. اینا کالسوای حاجی شریف ها گذاشتیم. خیلی برادران اومدیم کالسوای پیش قلعه. این طرف ده قلعه شهر بختر. این قلعه این قلعه هم جای تاریخی خوبه. این کالسوای ده میگذاریم با فکرم که اگه تاکسیشون پیش هم بزرگ ده میریم پرسان میکنیم. خب برای پایان بریم پروبکا نیست خشواک میریم سوق سلام. شو شیخه کلانسول ها؟ ای طرفی خرمن کم کم بلنگ ها تمام محمد کجا ده همو گراجو؟ این همی هزار رحمت من هزار رحمت. اینا برادرها پرسپوز کردیم. اینا آمده ترکمنستان سال 13 ایجار گراج تراکتورو میگفتن. این همیجا بده خیلی بار ما میدونیم این همیجا چی گپ میشه توکل من بخدا کنم پرسپوز کنیم. این همیجا بسم الله آپای منظورا آپای منظورا آپای منظورا آپای منظورا مشکل نیست چی بود؟ السلام علیکم. چه زفر؟ چه فرو خوبه همه طرفتی؟ چه خشتونه؟
من با تنجا که ما خیلی طرف دهه سانتودا اومدیم خشتون گفتیم همین اپای ما باشم میگه نباشم نشوسی دهه سانتودا دیگه کسی اون خطا نکرد نه اما ما خطا نکرد باشیم شهرتون کجا بود؟ خیلی شهرتون نکنه استخدام چرا خیمایی باشه؟ ندونم مایی باید گفتم پوچش چلو خیلی گفتم خواهم اپا یکم با سانتودا رفتگی یکم با رفتگی نیستی دوست شا بودی توی یک چند سال توی رفتم این دختره که مجلسی نگو نه میدونم خشم قطعی گلافوی نایبم دکوی نایب دارم بیده بچه خشم با میاد هیچی دیدم نمیسته حالتون چنده؟ حالتون چنده؟ افتادم افتادم از شکر رفتگی خونجا خیلی ترتون شکر رفتم بیادم سانتودا زنش شما دیگه اردن نمیدونم شما ممکن پیرکوتت کنید نمی شما چی نمیخواه؟ خدای شکر دخترم بیده پیسم یک تصمایی بای فهمید نامتون چیه؟ بزرگم یا پای بزرگ مودم هم سوا در کنم منظورم نیستیم شما خیلی بخشش اپا جا ندارم بخشش ما منظورا کافت است این دختره گوچه شا کفته چند خواهش در اینترنت هم پرد کفتیم که خیلی با ما رو بسن که هم سرخواست تا بنویسیم بریم درجی ترفته چه مایه مقیمت دخترم در پیسم او یا دختره چند سالایی دخترم سیاد ساله سیاد ساله شده وقتم چه باید من موچه شما که 15 ساله روز بایده بایده چه خدمت گرفته؟ بعد شو میکنه اونجا خیلی نشاطی مثل زمینی هم دیگه نمیدونه اونجا هم نمیدونه ای سه ماهگیش سه ماهگیش این نمیگه رو مرا ادرس ما سالی که شونا داشتم همیست رو مرا ادرس داده بودم پیش من ادرس دادم که هم مایو با هم مکینا پارتفتانا کریم دار نیستم اینا بیا بیم دو دارچون ولم خواهم مالم بید دیگه جوش دیگه یا قطعی هم این نصیب بی ما با وقت اپای منظور گفته که خیلی امیر رو کارخونه کردیم. اینجا کارگران نشین شما داشته بودم. هم گوموش نگاه میکردم هم سم میدادیم کار میکردم. اینجا هم بود چی کارخونه بوی کردیم. نه درون بطله هم بینید. السلام علیکم بلا کدوم بلا کاغذ کدوم بلا گپوی زور بیایید خودم بمونم السلام علیکم نه خوب هستی باباش خیلی کارا خوبه بیا دستم برو تا کافه کو نازی سوزی تینجی کارکات خوبه زندگی خوبه نه کام کرد ها تینجا کارو سوزن نه اون بچه‌م بیماره بیا بذارم نه بازو بشین بازو عبد جان اینترنت قبل استم نواسوش خاطر یعنی بازو صحبت خوبه بازو خوبه زنده باشه سربلند باشه تشکر کجا شدی خواهری من این کار دل کدومی بلا ما چندی سوتش دریا خانسد ما کتی مکان ببرم ما کار دل کدومی دل کجا را کجا را ایرادا زنده باشه اپا جان بخشش هم این اگم خنده بوده که اگم خنده که اگم چی بوده که تون رو بخره خدا نگاه بون تو بخشش هزار اما گیر شما رو همینجا در شما رو سکر کنم خیلی آنها را اکبر گفت نیست این رو دو که گله کدامی گله کاکتی بازمون مولا زمون رسم رو ایده گزارش کتی گفت نیست ایده قربان میارم ده
خب من ایسته هر که جای میرم هم خیلی کم بنوار میگیرم میگم همشه من در اینترنت نمیگذارم میگم این مادر مرا دید با گفت که التماس مرا بنوار بگیره خواهش کردن خیلی نفرانی که میخوان که دستی کمک کنن اینا درون دیدین حالا دیدین اینا با خودش مادر گپ میزنه ایس 6 تا اینا رو با خدو میکنیم آخر با آسمون میکنیم همه خیلی سوپده نشید که همین هم شوهرش هم خیلی بدای نه چند اومده اومدم بیاره اینجا بیاره چیه؟ چیه چشتو باید؟ مایو بانگو خب سه بوده که مایو بیاره این همه خیلی سوپده نشید که شوهر ایان بیا بر خودت گپ زکی جان اینجا دا بیست بیا اینجا این خیلی بستیم نگاه کن بیا آتاکن بیا خلاصه یا پامم لازشی که مقصد بنوار بگیرم و در اینترنت پخش کنم و اگر جای میریم که هر ویدیویی که در دستمون میگلته ما هم وایرل نمیتونیم که در اینترنت بمونیم هر چی به خواهش خودشون میشه هم خلاص خودشون خواهش کردن که التماس ما شما رو همه در اینترنت هم میدیدیم هم که چند بارو میگفتیم نمیافتیم نه خودتون به دست پای خیلی خدوان که رضا بده به دست پای خودمون اومدیم همه خیلی سوپده نشید که نگاه که شوهر ایم کم کم پوچش چلو ماشین زندگی مایوب خوب بوده مغزی سرجون بیدگی گو میخیزد دود میزنم تا قبیلش نمیتونم اینا ای دخترم روحیه بیچاره همی میتوبه میورا میخرونم اونا جمعه چطور میشنم میتوبه خداوند مشکل تو آسان بگردانه گوش کنیم برادرای عزیزی من انا ای مادرش هم میکوه شوهر ایم این طرفای غیرم بدیانو در همیشه باید کم کم پوچش میلنگیده همه که سوپده میشه که خونی اومدیم این نفرانی که میخوان که دستی یاری کمک کنن اینا همین سوخواست ترکمنستان میایی گراج تراکتوران میگیرن اگر میایین همجا گراج کلان اینا بیختون با حالا اول شبی بینید من اینا میروسته رقم تلفنشون هم میمونم مرامت زنگ بزنه برای خطون کسانی که میخوان خیر کنن اینا خیری که من برای شما اینا پیشکش کردم خیر انیاده خیر میشه در حقیقت بیاین ببینین خیرتون کنین خداوند رو مددگارتون مو میریم پای کافتنی مادر زنده و سربلند باشید دوستای عزیز ما همین در همین مادر برآمده است بودم که گفت خواهش میکنم عبور حال اول ما را بنوار بگی ما کارتا نمیمونم التماس ما کارتامونو چموش دایم گوش کشیدگیم کارتا پارتا نمیمونم فقط رقم تلفنشون میمونم همین مادر خودش میبرداره خیلی خودش هم صحبت شین ما دیگه خیلی کارو که عموما نزدیک نمیشم نکیم که مادر خواهش کرد که بار مرا ای حال با خبر شین نمیام نبینیم بیاین من کجا کارخونه بودم چی کارخونه پیش گراژ ها پیش گراژ بودم گراژی که مورا آدرس دادن که بعد بریم اینا هم آدرس کتونه اینجا جای خوبشون بودن خیلی اینجا جایی مقصد تبدیل کنم کخونشون اینا زنده باشه نفرانی که میخواهن شوهر من مایو با اینا بیچاره مایو با هم شیطان مسافر مایو با این خیلی خداوند شفای کاملش بتن برادران عزیز یا بسم الله روز بوده اینجا نفرانی که میخوان خیر کنن یا رقمای اپاد زنگ بزنن معلومات بیان اولش با خبر شین سه گوده که مایو بم قطعی نمجا ای همینجا هم خیلی بفتسیان جو ندارم برا این هم یک کارخونه داشتگیم ای همینجا هم خیلی بفتسیان جو ندارم کجا برا یک سوتی خال زمین میدادم و داشتم از یکون باگونه یکون چی بوده میموندم ششتم انشالله که هستم برادرها زنگتون میزنم شما رو با جمعه در کوچه موندم گوده که مایو بم قطعی انشالله همش میشه پجان پروانه که خداوند خودش بزرگه اون دختره که مایو بای همو روحی بیموره هم تارا میرم میطلبه بزرگت میطلبه مچتودا میطلبه میره همون خرونده همون پشوندسته ایمون نداریم دیگه این مایو بوم تو تای دیگه مایو دور میره پرت طرفته کار کده نمیتونی خداوند خودش بزرگه رسیدنده خدای فقط ایمو یک این پیشکش کردم اینم همین خیلی که خداوند تو غوری کرده که ما اومدیم
باقی سربند خانواده باشه میری من لپا جون رحمت خدا زنده باشه خوب زنگ تون بزنم خدا لپا جون دوستان عزیز تا خوردیم ایست چندین آدم رو پرسان کردیم میگن خیلی آدم در این راست نیست تصمیم گرفتیم که بریم روزی که بابه تمگیز اشرف گشنه موندیم بریم قشلاق همین مقصد که همین بابا و ماما خدشه با عنیخ کده یا بردی خش رو بپرسیم با پگاه میویم ده اکر نصیب ده باشه روزه 18 کار ادا اینه دیدن که میگه هرچی دلم خواست نه آن میشود هرچی خدا خواست همان میشود چیزی که خدا خواست با اینه مادر خطی با خوردیم اینه حالا دیدیم اینه با مایده با برامده رفته سیم طرفی دی همون خداوند یارو مددگار همه ما و شما زنده و سربلند باشید تا پگاه خدا